به قول مولوی که میگه هر کسی که دور مون از اصل خیش باز جوید روزگاری وصل خیش. در روفیت میگویند که کفر نعمت را از کف بیرون میکند. امروز با داشتن اینقدر دارایی ثروت و خانه و کاشانه های با دبدبه خود، امروز یکی از افرادانی که ما امروز میبینیم طریق شبکه های گوناگون اجتماعی، خب محمد اقبال صدرالدین است که با داشتن همین قدر دارایی نگاه کنید از دور ایستاده سنگ ملامت میزنند و ناشکری از حیات امروزه شان میکنند. پس اگر این خانه و کاشانه برای آنها امروز نالازم شده باشد، با یگان مؤسسه هایی که خدمت خلق امروز روانه می شوند، بگذار آنها رو به آنها برگردانده شوند و دیگر آن جوانانی که امروز البته راه به گمراهی نهادند، از این راه حالا هم سری وقت است بگردند و به مادر و به وطن و به گذشتگان خیش خیانت نکنند، چون که خیانت هم در این دنیا و هم در آن دنیا نزد خلق و آینده و نزد خداوند جواب دارد.